یه سوال عجیب، تا حالا شده ساعتها درس بخونی ولی آخرش هیچی تو ذهنت نمونده؟ بدترش اینه که هرچی بیشتر میخونی مغزت قفل‌تر میشه. اینجاش جالبه. شاید مشکل اینه که زیادی درس میخونی. از بچگی بهمون گفتن موفقیت یعنی ساعت بیشتر. ولی مغز اینطوری کار نمیکنه. بعد از یه حدی تمرکز میریزه. یادگیری میمیره. و فقط خستگی میمونه. مغز تو زمان استراحت یاد میگیره، نه وقتی خفش کردی با اطلاعات. وقتی وقفه میدی، مغز شروع میکنه به مرتب سازی. دقیقاً همونجاست که یادگیری واقعی اتفاق میافته. این کارو بکن، 25 دقیقه تمرکز واقعی. بعدش 5 تا 10 دقیقه استراحت کامل. نه گوشی. نه اسکرول. فقط نفس، راه رفتن یا خیره شدن. همین. بیشتر آدما اینجا خراب میکنن. استراحتشون میشه اینستاگرام. ولی این استراحت نیست. این فقط خستگی جدید میسازه. پس اگه میخوای سریعتر یاد بگیری، کمتر بخون. هوشمندانه تر بخون. و به مغزت اجازه بده کارشو بکنه. یادگیری مسابقه ساعت نیست. بازی کیفیت تمرکزه.